خب نوبت به اولین جلسه‌مون رسید. اما قبل از اینکه وارد بشیم چشماتون رو ببندید، یه چند تا نفس عمیق بکشید و خودتون رو آماده کنید برای جلسه امروز. آخر کارم یه سوال دارم که خیلی دلم میخواد جواب شما رو بشنوم. خب امروز وارد بحث دلالت میشیم. اما قبل از اون باید یه نکته کوچیکی رو روشن کنیم. هر جا توی این بحث گفتیم معنی، منظورمون اون چیز یا شیء یا مفهومی نیست که الزاماً بیرون از ذهن وجود داره. منظورمون چیزیه که وقتی یه لفظ رو میشنویم ذهنمون به سمتش میره. مثلا وقتی میگیم سیب، احتمالاً یه چیزی توی ذهنتون حاضر میشه که ممکنه تصویر یک سیب باشه، حالا سفید، سبز. ممکنه مفهوم سیب باشه یا حتی ویژگی هایی که از سیب میشناسید. فعلا این برای اینجا کافیه. حالا بریم سراغ دلالت. فرض کنید توی خیابونی پشت ماشین نشستید، آهنگای تکراری موبایلتون رو از طریق ضبط گوش میدید و همزمان دارید به 1000 تا چیز فکر میکنید. یه دفعه چشمتون میفته به گوشه خیابون، میبینید چند نفر یه جا جمع شدن. چشماتون رو تنگ میکنید و میبینید بالای سرشون یه تابلو زده نانوایی. همون لحظه یادتون میاد که ای وای، قرار بود برای خونه نون بگیرم. ماشین رو پارک میکنید، میرید توی صف، چند تا نون میگیرید و برمیگردید. اتفاق خیلی ساده ایه که روزانه هزاران بار باهاش روبرو میشیم. یه چیزی رو میبینیم و ذهنمون از اون چیز به یه چیز دیگه ای میرسه. به این میگیم دلالت. یعنی به زبان خیلی ساده ذهنمون از یک چیز به چیز دیگه ای منتقل میشه. اما برای اینکه این مفهوم رو درست‌تر بفهمیم باید چند تا مفهوم دیگر رو هم بشناسیم. مثلا ما 4 نوع وجود داریم. خب اینجا قراره مثال بزنیم. یه نفس عمیق بکشید و آماده شید برای شنیدن مثال. فرض کنید برگردیم به هزاران سال پیش، اون زمانی که انسان‌ها هنوز توی غار زندگی می‌کردن. خب طبیعتاً من و چند نفر دیگه هم با هم توی غار یه جای کره زمین زندگی می‌کنیم. یه روز میرم بیرون و می‌بینم که یه شیر با عظمتی که اصلاً دلم نمی‌خواد بیشتر از چند ثانیه بهش نگاه کنم جلوی غار ایستاده. اون دائم داره با خودش میگه به به چه غذای خوشمزه‌ای. من از ترس برمیگردم داخل، اما یه مشکلی هست. هنوز زبانی نداریم که به هم دیگه بفهمونیم من چه چیزی رو دیدم. پس چطور باید به بقیه بفهمونم بیرون چی هست؟ اول دست و پا میزنم تا تلاش کنم اون رو به یک شکلی به همقاری هام نشون بدم. اما بعد متوجه میشم که پاسخگو نیست. یه تیکه سنگ برمیدارم و شروع میکنم به کشیدن یه چیزی روی دیوار، یه چیزی شبیه به شیر. تا اینجای این مثال خود اون شیر میشه وجود خارجی. چیزی از شیر که توی ذهن منه و دارم تلاش میکنم به بقیه نشون بدم میشه وجود ذهنی و اون چیزی که دارم روی دیوار غار میکشم میشه وجود کتبی. حالا فرض کنید چیزی که میکشم اصلاً شبیه شیر نیست و ناگهان یکی از خانمایی که با همون توی غاره داد میزنه آخ جون گربه و میدوه بیرون. داستان غم انگیزی بود، اما به خاطر اینه که من نتونستم لفظ شیر رو بیان کنم. اما کمکمون کرد 4 نوع وجود رو بشناسیم که اینجا یه بار دیگه با هم مرورشون میکنیم. خود شیر وجود خارجی داره، تصویری که از شیر توی ذهن منه وجود ذهنیه، لفظ شیر که من نتونستم به زبون بیارم میشه وجود لفظی و تصویری که روی دیوار غار کشیدم میشه وجود کتبی. حالا چرا اینا مهمن؟ چون ما برای انتقال فکر و دانشمون دائما داریم بین اینا حرکت میکنیم. مثلا خیلی راحت تر بود من همون اول مدام گفتم یه شیر بیرون غار، تا اینکه بخوام اول ادا اطوار در بیارم و بعد اونو بکشم و بعد حالا بدفهمی پیش بیاد. خیلی راحته که درباره یه ساختمان با کلمه و نقشه حرف بزنیم تا اینکه صبر کنیم ساختمان ساخته بشه و بعد بخوایم بسنجیمش و ببینیم کجای ساخت اون ساختمان رو درگیر اشتباه بودیم و باعث میشه که یک ساختمان خراب داشته باشیم یا اصلا نتونیم بسازیمش. یا در ریاضیات به جای اینکه برای بررسی هر مثلث قائم الزاویه واقعا یه مثلث بسازیم و اندازه‌گیری کنیم، چرا از نمادها استفاده نکنیم؟ زبان و نشانه‌ها به ما اجازه میدن در مورد چیزایی فکر کنیم که خب همین الان جلوی چشممون نیستن و اینجاست که دلالت اهمیت پیدا میکنه. دلالت رو به طور کلی میتونیم به 3 دسته تقسیم کنیم: دلالت عقلی، دلالت طبعی و دلالت وضعی. دلالت عقلی: الان صبح زوده، چشماتون رو باز میکنید و میبینید از زیر پرده اتاق نور نارنجی شدیدی وارد شده. قاعدتاً به این فکر نمی کنید که دوستتون که یه کمی هم با اذیت کردن شما کیف میکنه یه چراغ قوه خیلی بزرگ برداشته و داره طوری به پنجره شما میتابونه که نور از زیر پرده بزنه بیرون. اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که روز شده
و این نور خورشیده. یا فرض کنید یه روز دیگه از پنجره بیرون رو نگاه میکنید و میبینید یه دود سیاهی داره بالا میره. ذهنتون به اولین جایی که میره چیه؟ احتمالاً یه جای آتیش گرفته. اینجا بین چیزی که شما دیدید و بین چیزی که ذهنتون بهش منتقل شد یک رابطه عقلی وجود داره و به خاطر همین بهش میگیم دلالت عقلی. دلالت دوم، دلالت طبعی، یعنی یک نشانه‌ای بر اساس طبع و وضعیت طبیعی ما یا یک موجودی ما رو متوجه چیز دیگه‌ای میکنه. میدونم یکم گنگه اما الان با مثال حل میشه. فرض کنید ساعت 2 صبح دارید با دوستتون حرف میزنید، کم کم چشاشو میبنده، سرش میفته، بعد خیلی آروم شروع میکنه به خور و پف کردن. شما نمیگید مرد، میگید خوابش گرفته. چرا؟ چون طبع آدمیزاد اینطوریه که وقتی چشماشو میبنده، وقتی خور و پف میکنه و وقتی خسته است خوابیده. یا فرض کنید شکمتون قار و قور میکنه، شما متوجه میشید احتمالاً گرسنه اید، به این فکر نمیکنید که پاتون درد میکنه یا سرتون درد میکنه. اینجا رابطه ای که شما رو به این معنا میرسونه قرارداد و یا یک رابطه که صرفاً عقلی نیست، به خاطر وضعیت خودمونه، یعنی طبع انسانی. به خاطر همین بهش میگیم دلالت طبعی. اما دسته سوم، دلالت وضع. اینجا نه خبری از رابطه عقلیه، نه خبری از رابطه طبعی. اینجا پای قراردادها و وضع انسانی میاد وسط. مثلا این علامت یا چراغ قرمز، وقتی میبینیمش میفهمیم باید بایستیم، اما چرا؟ این رابطه عقلی داره یا رابطه طبعی داره؟ نه، به این دلیله که بین این رنگ و ایستادن یک رابطه‌ای به وجود اومد. حتما معنای ایستادن رو در خودش نداره، خطر میتونه داشته باشه، اما معنای ایستادن نه. اما ما طوری وضعش کردیم که تا با این نشانه روبرو شدیم متوقف بشیم. به همین خاطر بهش میگیم دلالت وضعی و ما از این دلالت وضعی تقریبا همه جا استفاده میکنیم. وقتی حرف میزنیم، وقتی مینویسیم، وقتی در حال تولید علمیم، وقتی داستان مینویسیم، حتی وقتی با یه علامت ساده یه چیزی رو به دیگری میفهمیم. اما دلالت وضعی خودش دو دسته میشه: دلالت غیر لفظی و دلالت لفظی. دلالت غیر لفظی مثل همون رنگ بدون اینکه بخوایم بیانش کنیم، یعنی فقط بگیم ایشون. این یه دلالت غیر لفظیه. اما وقتی میگیم چراغ قرمزه یا وقتی پلیس میگه ایست، با یه دلالت وضعی لفظی روبرویم. دلالت وضعی لفظی هم خودش میتونه تقسیم بشه به کتبی و غیر کتبی. مثلا وقتی من میگم فردا بیا، این یه لفظه، یا وقتی میگم ایست، این یه لفظه. اما اگر همون رو به شکل کتبی بنویسم، دیگه یک دلالت لفظی نیست، یک دلالت کتبیه. حالا میرسیم به 3 تقسیم مهم: مطابقت، تضمن و التزام. دلالت مطابقی یا مطابقت چیه؟ فرض کنید میگید خورشید. وقتی این لفظ رو به کار میبرید منظورتون فقط یه گوشه ای از خورشید که نیست، قطعاً کل خورشید رو مد نظرتونه. یا فرض کنید میگید من یک کتاب خریدم. منظورتون این نیست که فقط جلد کتاب خریدین، کل کتاب خریدین. به این میگیم دلالت مطابقی. اما وقتی میگین ماشینم خراب شد، واقعاً تمام ماشینتون که خراب نشده، احتمالاً یه بخشی از ماشینتون خراب شده. یا فرض بفرمایید که بدنتون درد میکنه. این یه لفظ مطابقی نیست، نمیتونه تمام بدن درد کنه. احتمالاً درد فقط مربوط به یک قسمتی از بدنه که خب شما باید بفهمید یا اون دکتر باید بفهمه تا بتونه درمان لازم رو براش فراهم کنه. به این نوع دلالت میگیم دلالت تضمنی. یه نوع دلالت دیگه هم داریم که این یکم با بقیه فرق میکنه و فهمش سخت داره. به خاطر همین اول میرم سراغ یه مثال و بعد توضیحش میدم. فرض کنید شما عاشق خرید چیپسید. یه روز وقتی میرید داخل مغازه متوجه میشید که چیپس محبوب شما یه کد قرعه کشی هم همراه خودش داره. یعنی چی؟ یعنی شما با ارسال کدی که روی بسته چیپس هست میتونید توی قرعه کشی شرکت کنید و یک جایزه رو حالا بگیرید. وقتی که این قضیه تکرار بشه و این چیپس علاوه بر خوردن چیپس یا اون سیب زمینی‌های خوش طعمی که با دستگاه درست میشن و طعمای مختلفی دارن، معنای دیگه‌ای رو به شما برسونه، یعنی معنای قرعه کشی رو هم در کنار معنای چیپس خوردن به شما برسونه، ما درگیر یک دلالت التزامی هست. چرا؟ چون از زمانی به بعد احتمالاً شما وقتی اسم اون چیپس رو میشنوید یاد اون قرعه کشی هم میافتید.
اما قرعه کشی که داخل معنای چیپس نیست، خارج از اونه، ولی یک رابطه التزامی بین چیپس و قرعه کشی برقرار شده. یعنی وقتی یکی میاد، دومی هم خودش ناخودآگاه به ذهن متبادر میشه. اینو بهش میگیم رابطه التزامی، رابطه‌ای که معنای مد نظر جزئی از معنای اصلی نیست، اما به واسطه یک رابطه و ملازمت و یک همراهی اگر معنای اولی به ذهن بیاد، معنای دومی هم متبادر میشه. خب بحث سنگین امروزمون تموم شد، اما قبل از اینکه تمومش کنیم بیایم یه بار دیگه همه چیز رو مرور کنیم. اول در مورد انواع وجود حرف زدیم. گفتیم 4 نوع وجود داریم: وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی و وجود کتبی. بعد گفتیم دلالت یعنی انتقال ذهن از یک چیز به چیز دیگه و دلالت رو به 3 دسته عقلی، طبعی و وضعی تقسیم کرد. در مورد دلالت وضعی لفظی حرف زدیم. دلالت وضعی رو هم به لفظی و غیر لفظی تقسیمش کردیم و بعد گفتیم دلالت وضعی لفظی خودش میشه کتبی و غیر کتبی. و بعد گفتیم دلالت وضعی لفظی میشه دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی. خب اینم از بحث امروز. از جلسه بعدی وارد مباحث الفاظ میشیم، اما قبل از اینکه بریم سراغ سوال یه کار کوچیک انجام بدید. به اطرافتون نگاه کنید، یه نشانه‌ای پیدا کنید که به چیزی به غیر از خودش دلالت میکنه. میتونه یه تابلو باشه، یه کلمه باشه، یه صدا باشه، یه حرکت باشه یا حتی یک رفتار از یک انسان و ببینید ذهنتون چطور به واسطه اون به معنای دیگه‌ای منتقل میشه. اگه مثالی پیدا کردید برامون همین پایین بنویسید. و سوالی که قولشو دادم، چند روز پیش توی اینستاگرام یه عزیزی که خودش یه صفحه فلسفه داشت نوشته بود با وجود دلار 200,000 تومانی دیگه فلسفه چی میتونه بگه؟ میخوام نظر شما رو بدونم. به نظر شما دلار 200,000 تومانی دلالت به این داره که ما دست از فکر کردن برداریم؟ نظر خود من احتمالاً از همین الانم مشخصه. من فکر میکنم فلسفه و منطق بیشتر از روزای آسایش و راحتی متعلق به همین روزاست و این رو بهش باور دارم. البته من نسبت به این قضیه سوگیری دارم. برای همین دوست دارم شما برام بگید. به نظرتون وقتی زندگی سخت میشه فکر کردن فایده‌ای داره؟ استراحت یادتون نره و مثل همیشه توی این مسیر خودشناسی با ما همراه باشید.